شرط نیست کی سروزیر می شود و کی نمی شود. من حاضر امروز نمیدانم که سروزیر ژاپن کی است. استاد غلامعلیوف مدت سالهاست که در ژاپن زندگی میکنید، در یک دولتی که به خاطر یک چند دقیقه قطع شدن برق وزیر میآید و سر تعظیم پیش مردم همان مهلتی را که برق خاموش است پیش مردم تعظیم کنان عذر میخواهند. شما در یک دولت کار و فعالیت میکنید، در یک جامعه زندگی میکنید که به خاطر آزادی، به خاطر پیشرفت، به خاطر مقدسات انسانی همه جامعه از خرد تا بزرگ، از دانا تا نادان همه دارن تلاش می‌ورزند، کوشش میکنن و این همه کوشش ها، این همه زحمت ها به آن چیزی آورده رساندن که امروز دیگر ژاپن میبینیم. در هر جایی که دنیا زندگی کنی یک تکنولوژی، یک دستگاه، یک چیز ژاپنی است. آیا از نگاه شما وضعیت کنونی امروزی بدخشان دیده و فضای ژاپن، آیا مردم اصلا در کل بگیم تاجیکستان چیکار باید کنیم که حداقل یک نصفی از مردم ژاپن داشته باشیم؟ اون تلاشاشون، اون زحمتاشون، اون خدمتاشون، اون جانبازی‌هاشون باید چیکار کنیم استاد از دید شما؟ سلامت باشید. چخیل که با ما معلوم است ژاپن بعد از جنگ جهانی، یعنی بعد 10 سال اقتصادشان بسیار بالا رفت و من از بسیار ژاپنی‌ها پرسیدم که چرا این، یعنی که حکومت شما بسیار ترقی کرده است، شما کدام متدا را استفاده بردید؟ اینها میگن ما بسیار چی میکنیم، ما بسیار مردمی مهنتکش هستیم. بعد منم با اینا چی آوردیم که مردمی ما هم بسیار کار میکنند. حاضر بچهای ما که در ژاپن هستند روز و شب کار میکنند، شاید 4-5 ساعت خواب میروند. یا که حاضر بچهای ما که در چی هستند، همین مردم ما که در روسیه و در دیگر جا مهاجرت هستند، البته بسیار سخت کار میکنند. من فکر میکنم که اینجا یک سیستمشان بسیار ناقص ساخته شده است. سیستمشان او شرط نیست کی سروزیر می شود و کی نمی شود. من حاضر امروز نمیدانم که سروزیر ژاپن کی است، چون که ابه خودش رفت، بعد او دیگر کس آمد و بعد او انتخاب کردن باز دیگر کس حاضر سروزیر، لیکن سیستمش همون یک خیلی. دویم چیزی که است، اینا بسیار سرویس خوب دارند، یعنی حکومت همچون خدمتگار مردم است. من پلیس ها رو مثال میبرم که یک عجایبات از من دخترچم راش گم کرده است. وقتی که پلیس زنگ زدیم که دخترم، پلیس با ما کافتند، رفتیم یافتیم دخترچم در یک ساعتی که دیگر یافتیم، آوردند خانه. بسیار باز چقدر تزیین باز زنگ میزنند. مثال یک سیستم ای دارند که همین حکومت وقتی که میری شهر میروی، همین حکومت شهر میری شهر هم همونجا شیشت است، یک تیرزچه برای نالوگ و یک تا برای گرفتن مثلا سپرافکا و چی، یعنی کار تو در 5 دقیقه چی می شود. برای این سیستم من فکر میکنم که برای ما لازم است یکم جاری نمودن عدالت، دویم نست کردن خشت باربازی هم در سطح حکومت و چی در سطح مردم، سیوم شرایط خوب مهیا کردن جای کار برای مردم، بعد همین کمیونیکاسیون راه ها مثلا شما خودتان شاهد هستید که بدخشان تا امروز ما راه نداریم. راهی که در دوره شوروی ساخته شده است تا درواز راه خوب است، آن را دائم در تلویزیون نشان میدن، لیکن متاسفانه دیگر طرف که رفت همون راهی که بابای ما با بیل و کلان ساختن راه نیست. اگر راه می بود، اینترنت می بود، امروز اینترنت خامین، امروز ما در جهان دیجیتالی زندگی میکنیم. یعنی من در خانم میتوانم چیزی که خواستم در 5 دقیقه من میتوانم اون چیز را دسترس کنم. شرط نیست که من باید بیرون برایم، یا که چیزی که از خود فروش مثال میفروشه. من بغیر از همین کار دانشگاه باز کم کم تجارت هم دارم، تجارت سنگای قیمت با بیشتر با
طرز اینترنت میفروشم و از اینترنت میخرم و در اینترنت میفروشم. مثال ما در اشکاشم در واخان کارتوشکای بسیار خوب داریم، لیکن متاسفانه ما او را نمیتوانیم چی کردن. با دوشنبه بریم، اگر تا دوشنبه بریم راه خوب نداریم، او دیر میرسد. یک راه پولی هم قیمت، راه خوب هم نیست، راه پولی هم قیمت. وقتی که به شهر میرسد نرخ شاید از کارتشکای پاکستان هم چی شود، قیمت شود. برای این راه باید شود. دیگر بلند برداشتن معارف، مثلا همین دانشگاه ما است، اگر به سایت این دانشگاه داخل شود تمام سیلابوس، تمام چیز تنها درباره درس و کدام فاکولته. بعد روید در یگان سایت دانشگاه های ما در تاجیکستان، با سایت می در آنجا درباره او دانشکده یا که دانشگاه یگان چیز نیست، فقط اخبار. مثال یک روز در آمدم با سایت دانشگاه خاروق، ما خواستیم چی بندیم، گفتیم دانشگاه را که دانشگاه ما با دانشگاه خاروق چی بندیم، شرطنامه بندیم که مبادل دانشجو دیگر چیزا. آنجا در آمدم میگن که اونجا یک اخبار است، میگد که چی امریکا خشونای چیز ایران رو با چیزی تروریستا، با لیستی تروریستا داخل کرد. این با مثلا با دانشگاه چی دخل داره؟ اونجا نویسه که چند فاکولته داری، یعنی متدای درسی تان، سیلابوس تان چند چی داری، یعنی دانشگاه تو در کدام چیز با قوت است که مثلا می دانشگاه ما سکوبا مثلا در ربات سازی و چی با قوت است، در دیگر یا که زبان شناسی یا که بیولوژی با قوت است. آیا دانشگاه خاروق همین چی است؟ مثلا همین چی دارد، همین دپارتمنت یا چیز که این با او دانشگاه میتواند چی کنند؟ متاسفانه برای این سطح چیز ما معارف ما خیلی پست رفته ایستاده است. بعد یک چیز دیگر میخواستم که منم همون فیلمی که تماشا کردم، ما یک دو چیز میخواستم در اینجا قید کنم، ببخشید که شاید چی مرحمت وقت چی نشود. مثلا در اون فیلم آمد است که چی امروز یعنی که معلمای تقریبا همیخل معلمای بدخشان و پدر و مادر یعنی که به مسئولیتند، فرزندان خودشان را نقص تربیت نمیتیند، در همون فیلم آمده است. لیکن اگر که پدر و مادر ما به مسئولیت می بودند، آیا من امروز در همین ژاپن، در همین یک دانشگاهی که در ژاپن شاید 4م جا باشد، یک شهر یعنی یک دانشگاه، من می توانستم در اینجا کار کردم. مثلا معلمای ما وقتی جنگ شهروندی در یاد من است، قریب چند سال معاش نمی گرفتند، لیکن درس هر روز درس بود. ما تا بور نداشتیم که در تخته صنف نویسانیم، با همون چی می نویسن، خاکستر نه اون چی لخچه میگن، چی میگن، با همون می نویساندیم. در یاد من است که دفتر نداشتیم، از کارتون از کاغذ پشتی شیر قاق من همین قدر دفتر ساخته بودم رنگ کتاب اوستا یا که اگه کتاب قدیمه هایی که است. معلمای ما همین قدر کار، معلمای ما را تعلیم میتین که از همون بزرگای ما ما موافق همون کار میکنیم، از همون ادبیاتی که ما در مکتب میخوانیم همون چی میکنیم، ما به ترتیب نیستیم. مثلا در یاد ما است که مثال چخیل که بزرگ سینا را چی کردند، سنگسارش کردند، کافرش برآوردند وقتی او میخواست که وبا را چی کند. لیکن امروز او یکی از بزرگان ما است. در همون آنها برای ما دائم در همون ادبیات و در همون چیز میفهمند که دائم راستگو باشید، از حقوق خود طلب کنید. ما هم یگان چیز از حکومت طلب نمیکنیم، ما فقط عدالت طلب میکنیم که برای ما راه سازید، برای ما شرایط خوب سازید. ما کار میکنیم با ما خوب شوید، مثلا ما با شما خدمت میکنیم، شما با ما خدمت میکنید. این یک دیگر این چیز است که مثلا چیز در همون فیلم گفت که مثلا داشتن زبان، عرف و عادت این یک افتخار ملی است، اما متاسفانه در بدخشان یعنی که چیزی مردمی را بلندتر نسبت به از ملت یا که ملیت چی میدونند. من یک چیز پیشنهاد میکنم که باید مردم ما
امین ملت از خلقیت باید ما فرق گذاریم. مثلا در خود بدخشان چند زبان است. من وخانی هستم، حاضر استاد علیم شیرزمانов شغنی است. وقتی که من به خاروق رفتم، اگر این کس مرا پرسد که کجاگی هستی، من میگم من وخی هستم یا اشکاشمی هستم. لیکن اون معنای آن را ندارد که این میگه نه تو چرا خود را پامیری نمیگی یا که بدخشانی نمیگی. برای این از مردم خواهش میکنیم که بدخشانی بودن یا پامیری بودن این یگان انکار کردن ملت ما نیست. ملت ما همه ما تاجیک هستیم. حاضر یغنابی را اگر پرسن یغنابی هستی و اگر یغنابی هم گوید دو هم انکار کردن تاجیک بودنش نیست. اگر سعودی هم گوید دو هم انکار کردن تاجیک بودنش نیست. من این چیزها را ما باید درک کنیم. بعد یک چیز دیگر در همون آخر، مثلا همون درخت های خاروق نشان دادن که اینا به ترتیب هستند و درخت ها را بریدند. بله، برای اینکه در 2012 میخل کار شده بود برای تکنیکای وزنی ندر آمدن، مثلا تانک و دیگر چیز، مردم درخت ها را بریدند و راه را محکم کردند. این دفعه هم خل کردن. یعنی درخت هایی که در همون فیلم میگه درخت هایی که اجدادان ما برای ماندند، ما یعنی آن را بریدیم و چی کردیم؟ طبیعت ویران کردیم. لیکن اشکاشم هم همیخل درخت ها داشت، درخت های بلند، همیخل خوشروی. متاسفانه در دوره رئیسی دمدارف بسیار درخت ها بریده شد و با ونج برده شد. لیکن درباره این نمیگن. وقتی که حکومت درخت برید هیچ گپ نیست. وقتی که مردم برید مثلا این جنایت می شود. بعد در آنجا یک برادری ما از کلاب کمازیست، میرزا علی خیرالله، میگد که مردم آمدند و ماشین ما را گرفتند، راه را بند کردند و ما را محکم کردند. من فکر شاید درست باشد که ماشین را گرفتند و راه را محکم کردند، لیکن من باوری نمیکنم که مردم را چی بکند، بند بکند. بعد میگوید که در روشان پولای ما را گرفتند. من یک مثال میبرم. 2006 سال من با یک دوستم از همون گیپرزیم سعید نام داشت، با بدخشان رفتیم با ماشین زم نچلنیک ملیسای اشکاشی مخنظر رفتیم در روشان، در همون روشانی که پولی او برادر را گرفته است. رفتیم که یک مردک، یک برادر ماهی گرفته است. این بچه پرسید بیا ما ماهی این کس بخریم. خیلی گفتم بپرس. یک رفت اکا ماهی چند سومه؟ او یگان چیز نگفتم، این ماهی را آورد در دستی همون بچه داد. این گفت چند سوم؟ او میگه پول چی در کار؟ باز آمدیم در قلات و ماهی را با ما پوختند، از ما یک تین هم نگرفتند. برای همین این چی نیست، مثلا یک تشویقات است که مثلا ما یا که مثلا برادرای کلابی آمد و سغدی آمد و مثلا ما از اون دزدی کردیم. این یک چیز شاید شود دزدی، در کلاب هم دزدی میشه، در خوجند هم. برای همین یعنی که جدا اندازی ها، متد جدا اندازی ها در بین مردم این عاقبت خوب ندارد امروز، چون که مردم خود شکل دارد. برای این میخواستم که به اینا حکومت ما هم دقت دهد، مردم هم دقت دهد و امیدوارم که همه چیز خوب میشود، از این بدتر نشود و زود اینترنت در بدخشان جاری شود، اما بگذار اخبارات دقیق بگیرند. سلامت باشید دیگر.